هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود بینندگان ارجمند تلویزیون سینما، نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. در این برنامه با حضور ادبیات شناسی ورزیده و روشنگری معاصر ملی استاد جمالدین سیدزاده سری موضوعی خیلی مهم، سری موضوع استاد ترسونزاده همچون شخصیت ملی و بین المللی یا ملی و فراملی صحبت میکنیم. ما خوب میدانیم که اگر ماه اپریل ماه استاد عینی باشد، ماه می ماه استاد ترسونزاده است. قهرمان تاجیکستان است، نفر است که دست پرور مکتب استاد عینی است و نفر است که اقدامات و تشبسات سازنده ای را که استاد عینی و بابا جان غفورов انجام دادن، استاد ترسونزاده اینا را ادامه بخشید و یک مکتب بزرگ ادبی و سیاسی و مفکوروی و فرهنگی به وجود ماند و به میراث داشت که تا امروز نمایندگان اون مکتب فعالیت میکنند، ادبیات و فرهنگ و سیاست ما را پیش میبرند و ناگفته نماند که در سری وقت استاد ترسونزاده را عنوان عالی قهرمان تاجیکستان دادند. سرور دولت ما در سال 2001 همون سال 2001 همین کار انجام دادند و بار دیگر تاکید میکنیم که 2 می زادروز استاد است و استاد همین ماه می را بسیار دوست می داشته است و همین روز را همچون روز زادروزش انتخاب کرده است و ببینید که 2 می سال 1911 تولد شده از استاد ترسونزاده و 24 سپتامبر سال 1977 از دنیا گذشتند. در یک مدت 66 سال زندگی کارهای خیلی زیادی را انجام داده، هم در بخش ادبیات، هم در بخش سیاست، هم در بخش مفکوره سازی و هم در بخش تاجیک شناسی و معرفی تاجیکستانیان. بنابراین خواستیم که با حضور استاد جمالدین سیدزاده سر همین موضوع، استاد ترسونزاده شاعری شخصیتی ملی و فراملی صحبت کنیم. ناگفته نماند که استاد جمالدین سیدزاده در سال گذشته سال 2025 کتابی نوی خود را از طریق نشریات دانش اکادمی ملی علمای تاجیکستان با نام ترسونزاده شاعری ملی و بین المللی در حجم 454 صفحه و چاپ رساندن و تهیه کردن و منظور گرداندن. مبارک باشد استاد. و استاد سیدزاده شما یک نکته را دائم تاکید میکنید که من محقق نیم، مدافع استاد عینی و ترسونزاده هستم. از همینجا شروع کنیم. از همینجا شروع. آفرین. بفرمایید. شکوه از تو ندارم عصر من، چون توی آموزگارم عصر من. وقتی خواب آلود من جنبانده صاحب اجازت شمارم عصر من. ما ذکر کردیم که این رخداده که برای مردم تاجیک در عصر 20 به وقوع پیوست، کسی چشمدار نبود. حتی احمد دانش گفتیم هیچ کس چشمدار نبود و ادبیات ما بعد فروپاشی دولت ملی سامانیان به یک ادبیات غم تبدیل شد. شما به خاطر بیارید همون بیت مشهور عرفی ترسم که من بمیرم و غم به پدر شود، این طفل نازپروری من در بدر شود. که طالب عملی میگه که غم نیامد بر ما به مدد دور سپیر، تیف به سعی پدر جانب استاد نرفت. یعنی ادبیات غمباران شده بود برای اینکه دولت ملی نداشته بود، استقلال آزادی حتی ناظم ملی ترین شاعر میگه چی راحت در جهان دیدم منی به خانمان ناظم، دمی آب اگر چون ابر خوردم گریه ها کردم. اما استاد ترسونزاده در دوره شادی ها زندگی کرده است. مقاله اولین منم در این کتاب همین است، کتاب ترسونزاده شاعری شادی ها. و شما جنبه که دفاعی از جنبه دفاعی داشتن کتابای ما ذکر کردید، این از آن عبارت بود که بعدی با سازی که من او را با سازی میگم در اطراف بزرگان ما ادبیات ما، استاد عینی، استاد لاهوتی، ترسونزاده، دستاوردهای ملت ما در عصر گذشته، اندیشه های گوناگون پیدا شده بود، اندیشه های نیونیگلیستی پیدا شده بود که به احساس تکیه میکردن نه به عقل. این بر ضرر ملت ما، بر ضرر کشور ما بود و تاریخچه‌اش هم من میگم که ما یک نفر همکار داشتیم، شاعر بود کیرام آستانه، بسیار دوستدار ترسونزاده بود و همون داستان شاهنشینی را ازیاد میدونست و روز در کجای در مورد استاد ترسونزاده همین خیلی اندیشه های پست و بلند شده، حتما به خانه من رجوع کرد، گفت که شما یک کتاب باید درباره استاد نویسید. من
به کارهای گوناگون بندم، گفتم که به کارهای دیگر بندم، من امکان ندارم و بسیار خواهش کردم و من همه کار ماندم. در یک مدت کوتاه یک کتاب نوشتم با نام شعر ترسونزاده و این آبشاران زنده بود. این کتاب از همونجا مادری این کتاب همین شعر ترسونزاده و این آبشاران زنده بود. بعد گذشتن سالهای دیگر مقاله های زیاد نوشتم و سال گذشته این کتاب که شعبه ما کلیات استاد عینی را ما تیار میکردیم، من گفتم اگر این کتاب را با اون کتاب را همچون پای دیوار هر دو را با این مقاله های بعداً جمع کنیم در یک مجلد چاپ کنیم کاری خیر میشه. و این کتاب همچون کتابی که همون بدهانی به اصطلاح همون بدخواهان مهر خاموشی میزند و نشان میدهد که اونایی که در اون دوره به احساس داده شدن بسیاری آنها پشیمون شدن از اون گپ‌های خود. من در خاطر دارم که یکی از نفران خارجی بودن که بعداً آمدن در سال 2024 و در اینجا یک مقاله چاپ در صداش عذر پرسیدن که من برعکس گفتن در دهلی بودم، برعکس از استاد ترسونزاده دفاع کردم. من گمان میکنم که این کتابچه ما شاید یک رساله‌چه باشد همین گونه وظیفه را انجام داد که اونا فهمن که اشتباهی بزرگ کردن. ترسونزاده شاعری ملی، شاعری جهانی است. جهانیان ترسونزاده را اعتراف کردند و در پیروی یا که در قطار استاد عینی این قله ادبیات ما محسوب میشه. بیهوده نیست که ادیبان دیگر، شاعران، نویسندگان هم اتحاد شوروی به اصطلاح هم شاعران شرق مثلا هندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران وقتی که با میرزا صحبت میکرد حتی شاعران غیر زبان فارسی میرزای ما میگفتند، یعنی از او افتخار میکردن. این چرا؟ میگد شاعر که مرا از صافی باطن ز خود دانند هر قوم که هر ظرف برنگ خود برآرد آب روشن رو. ترسونزاده شاعری ملی ما بود و بعداً به شاعری جهانی تبدیل شد. چرا؟ من شاید شما حاضر میپرسیدید، من پیش دستی کردم که نام کتاب را شاعری ملی و بین المللی موندم. نیروهای تنگدل بودند، خب نفران تنگدل بودند که میگفتند که ترسونزاده شاعری جهانی است اما شاعری ملی نیست. حتی نفرانی که شاگردان او را مثال می‌آوردند که فرض کردیم این شاعری ملی است اما ترسونزاده شاعری بین المللی. و در اساس همین پندار اندیشه ها من نام کتاب را شاعری ملی و بین المللی موندم. پیرامون نامم خیلی صحبت ها بود اما خوشبختانه قبول کردن که واقعا هم درست میگه که ترسونزاده هم شاعری ملی است هم شاعری بین المللی. اونایی که دعوا دارن که ترسونزاده شاعری ملی نیست شاگردانی و اونا پیروانی همین استاد ترسونزاده. یک بیت مشهور دارد استاد، شما هم میدونید که شادم اما میخورم غمهای خلق دیگری، در نظر می آورم تاراج گشته کشور. یعنی شادیش از آن است که وطنی آباد دارد، آفرین. مملکت کشوری آباد دارد. و همون در عصر من که مثال آوردید، همون مثلا اگر محمد اقبال بینیم که ما هم عصر من داره، عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست. این عصرش تعریف میکنه که من به نهی درجه رسیدم. در عصر خودم اون مثلا از عصر شکایت میکنه، این برعکس میگه عصر من آموزگاری منی. اگر خدمت قدر ادا نکردم معذور دار مرا. در آخرش همینطور میگوید. آمدیم سر این که استاد ترسونزاده نه تنها یک ادیب بود در زمانی ما، بلکه یک شخصیت سیاسی بود که ادیبان ما را حتی همون اتفاق نویسندگان را با نام اتفاق ترسونزاده می‌دونند. همینطور بود. به درجه مثلا مقام و جایگاه بلندی سیاسی داشت که فراتر از جمهوری ما مثلا در عمومی اتفاق و بیرون از اون منصب دولتی که داشت، منصب جمعیتی که داشت، سفرهای زیاد می‌کرد، رئیس کمیته یکدلی خلق‌های آسیا و آفریقا، او را به عنوان یک شخصیت مطرح و بزرگی فراملی و جهانی معرفی میکرد که در مثلا قطعه‌های گوناگون عالم صدای صلح میزد، آفرین، فریاد صلح میکشید، صلح و دوستی میکشید و مردم را به هم می آورد. همینطور برای همین ما ماندیم که شخصیت ملی و بین المللی. شما هم همین نکته ها رو تاکید کردید. در اساس ما هر چی که میگوییم به قول بابای سعدی که ناگفته ندارد به تو کسی کار، ولیکن چه گفتی دلیلش بر. شما تصور کنید خریطه سفرهای میرزا ترسونزاده را هیچ کس در طول 1000 سال، حتی نه ناصر خسرو نه سعدی، به درجه استاد میرزا ترسونزاده شخص جهان گشته، شخص سفر کرده نیست. ببینید استاد ترسونزاده کسی بود که وقت نداشت. شما درست گفته که شخصیت اجتماعی، شخصیت جمعیتی بود در سطح وقت، اما
با وجود اون در قلمرو شعرم ادبیاتم یک از کلاهای ادبیات ما محسوب میشه. شعر رو از اون خیالبندی ها، از اون بی‌بندوباری ها، اون چیزی که در آخرای عصر بینید اگر ما آثار احمد دانش خانم امروز به لغت خونده نمی از اونا رها داد، همون سنتی ساده و روان گفتن رو که از استاد عینی شروع شد اون رو در دوره دیگر با شکل دیگر چیکار کرد انجام داد. واقعا هم شعر ترسونزاده شعری سهل ممتنع است. از بابای رودکی و مشت فرخی، سعدی شیرازی، عبدالرحمن جامی، کلیم کاشانی، اگر ما ایرج میرزا رو استثنا کنیم کسی در عصر 20 به پایه ترسونزاده رسیده نمیتونه و در عصر 20 بزرگترین چهره شعر، چهره شخصیت ملی، شخصیت جهانی در ادبیات ما این ترسونزاده. حتی ادیبان همزبان ما، نه نیمایوشی هیچ، من روی راست میگم، نه احمد شاملو، نه ملک الشعرا بهار، هیچ کس در مقام ترسونزاده در سطح جهان شناخته شده نیستن. این را خود آنها هم چیکار کردن؟ اعتراف کردن. بنابراین ما اگر درباره ویژگی های شعر ترسونزاده، سبک استاد میرزا ترسونزاده، تربیه ادیبان که شما در آغاز ذکر کردید که همه این ادیبانی که بعداً در ادبیات ما جایگاه یافتن، مقام یافتن، هم اینا از مکتب ترسونزاده بیرون آمده، هم به عزم و هم به رزم و هم به نظم پیروی عینی و ترسونزاده اونا اعتراف کردن. اما ترسونزاده بزرگیش در چی بود که او فقط غم خلق خود را گفتم نمیخورد به خاطر بیاره در همون جان شیرین داستان ترجمه که میگه که از وطن گپ سر کنید در میگیرید، در به مثل هیزمی تر میگه، در روش فیض احمدی فیض بود. در هندوستان ترسونزاده را شاعر ملی خود میگفتند. کم ادیب در ادبیات ما ظهور کرده است که اون به این درجه محبوبیت نه تنها در بین خلق خود بلکه در بین خلقهای جهان از جمله خلقهای شرق، کشورهای عرب همین گونه شهرت پیدا کرده بود. بنابراین من گمان میکنم که انا همین خدمت‌های بزرگی استاد میرزا ترسونزاده را، شخصیت ملی و جهانی بودن او را به نظر گرفته، پرزیدنت محترم ما در سال 2001 بلندترین عنوان را، عنوان قهرمان تاجیکستان را به استاد میرزا ترسونزاده ارزانی داشت. تشکر زیاد. در همون دوره ای که 2001 یادآور شدید از اونی که سرور دولت ما در حاشیه 90 سالگی تجلیل جشن استاد ترسونزاده عنوان عالی قهرمانی دادن و یک سخنرانی بسیار پرمحتوا هم کردن. یک بعضی نکته هاش همین بود که در همون 2001 اگر در خاطرتان باشد حادثه های این جشنگیری ماه تیر ماه اکتبر صورت میگیرد. البته در 11 سپتامبر حادثه های اکت های تروریستی که در نیویورک پنتاگون با اتفاق افتاده بود اونا شده بودن، اونا مثلا خبرساز شده بودن و سرور دولت در همون سخنرانی که سخنرانی شادباشی و جشنیش به همین نکته اساسی تاکید کرد که در این شب روزی که ما هستیم که اکت های تروریستی زیاد می شوند، اتفاقات زیادی که بر مبنای مثلا هوسکاری ها و غرضکاری های خارجی اتفاق می افتند، در همین شرایط حساس ما به شخصیت مثل ترسونزاده و شعر و فرهنگی ترسونزاده نیاز داریم. سرور دولت گفته بود در سال 2001 همین نکته را تاکید کرده بود. الان با گذشت 2001 بود، الان حاضر 2026 با گذشت 25 سال گذشت از این سخنرانی پرزیدنت تا امروز وضع حساستر شده است و ما هم با استاد ترسونزاده باز زیادتر نیاز پیدا کردیم. همینطور نیست؟ آفرین، درست میگوید که شاعر میگوید که در سفر همراه هم غم وطن است، گلی با خار چیده را مانم. یکی از بزرگترین شاعران وطن دوستی ما محسوب میشه، چون نهادم پای خود را بر سر خاک وطن، بارها بوسیدم از رخساره خاک وطن، کجایی که بود میرفت در غم وطن بود، برای وطن چیکار میکرد؟ نماینده صلح بود، نماینده امنیت بود. نگاه کن صلح با امضای ماها مردمان فتیاب می نماید نقشه های جنگجویان را خراب. ما سفر داریم با امر وطن، با سپارش های خلق خویشتن، دوستی را جستجو داریم، ما از امانه گفتگو داریم. میبینیم در زمان جنگ بینید همون شاه اثرش پسر وطن، شرف چیزی تجاوز ناپذیر است، هر آن کس که شرف دارد کبیر است. و امروز همون شاه بیت های ترسونزاده باز ورد زبان مردم است. حتی
یک نفر من میدونم که احساسگرایی خارجی در اون همه خیلی یک حکم کرده بودن که گویا که دیگر آثار ترسونزاده به کار نمیادم. این حمله به ترسونزاده هم شده بود، اما دیدم که اون گفتم که اون نفری بود که بعدا پشیمان شد. برعکس ترسونزاده همچون یک آفتاب چشمی خفاشا را چیکار کرد، خیره کرد. و امروز هم ما میبینیم که در آزمونا میشه، همایشا میشه، سخنگویی میشه. امروز بیشتر ما به استاد ترسونزاده نیاز داریم. و مژده دیگر وابسته به سوال شما من میگم که ما در اینجا من علاقه ذکر کردم که اینستیتوت زبان و ادبیات به نام بابای رودکی کلیات 6 جلده استاد ترسونزاده را برای اولین بار چیکار کرد؟ نشر کرد. و این اینستیتوت، کارکنان این اینستیتوت شعبه ادبیات معاصر مواد زیادی را جمع کردن که ما تخمین میزنیم که آینده کلیات استاد ترسونزاده از اینم بیشتر زیادتر در 10 جلد یا 20 جلد نشر میشد و در قطار کلیات استاد عینی که یکی از قله‌های دیگر اولین ادبیات ما که در 22 مجلد چاپ شد، اینا نه تنها مثلا حجره ما دوستداران ترسونزاده و استاد عینی را زیب و زینت میبخشد، تمام خوانندگان تاجیک را زیب و زینت میبخشد. اما یک چیز را من از این منبری بلند میگویم که این کلیات ها، هم کلیات استاد عینی هم ترسونزاده، همگی 100 نسخه چاپ شده است. و از این منبر من از وزارت فرهنگ خواهش میکنم که نشریات ادب همین کلیات هم استاد عینی هم ترسونزاده را در 22 مجلد و در 6 مجلد با مقدار زیاد، من گمان میکنم که 10,000 نشر کند. و در مغازه ها من دیدم که همه جویای آثار استاد عینی و ترسونزاده است. وقتی که این 20 مجلد در همون مغازه ها جایگزین میشد، رفای مغازه جایگزین میشد، خواننده میبیند علاقه این خودش خواننده را یک وهم هم زیر میکند که نخواد یک نفر اینقدر اقتدار دارد که 17-18 ساعت کار میکنه، 22 مجلد چیکار کرده اثر نوشته. یا که استاد ترسونزاده که با شکل بسیار زیبا چاپ شده، من گمان میکنم که اگر مغازه های ما را این آثار تزیین بخشد، این به فایده ملت ما میشد و برای خودشناسی ما، افتخار ملت ما بسیار نقش برازنده با خواهند بازید. تشکر زیاد استاد. یک نکته دیگر هم تاکید میکنیم و صحبت ما خاتمه میبخشیم. مسئله اساسی که امروز یک درجه تنقیصی میکشیم و نسل نورس جوان ما از همین و اصطلاح عوامل هویت ساز تاجیک ساز یک نوع نگرانی داریم از اونها که اصیل مانند یا که آسیب پذیرند در همین زمینه هویت شناسی. همین است که به همه چهره های مطرح ما مثل ترسونزاده که گویا این چهره های اصلی گذشته ما یک نوع در صحبت اول هم گفتیم که یک نوع آثار اینا رو ریویزی میکنن، دایره های هستی، در حالی که دیگرها مثلا از یک چهره کوچکشون یک چهره بزرگ ایدئالی میسازن، تقدسی میسازن و مدرن میسازن، جدید میسازن. ما در فکری متاسفانه بعضی دایره های داریم، بعضی نفرهای داریم که در فکری کوچک کردن میشه. همین کوچک کنی ها بر ضرر ما هستند و این نسل نورس ما و نسل جوان ما هم که بیشتر سر کار میگیرد با جهان اطلاعاتی، با فضای مجازی، با شبکه‌های اجتماعی و با فضای اینترنتی، همین گونه مواد رو وقتی دریافت نمی‌کند، آنچه که می‌بیند همون رو قبول می‌کند، آنچه که چشمش می‌بیند، آنچه که گوشش می‌شنود همون رو قبول می‌کند. اکنون چیکار کنیم که همین ترسونزاده، استاد ترسونزاده، استاد عینی، استاد باباجان غفور و صدهای دیگری داریم در برابر اینا که واقعا چهره‌های تاثیرگذار عصر ما بودند، چهره‌های مطرح‌ترین، نامآورترین عصر ما بودند که با واسطه اونا یک روند افتخار آفرینی ما شکل گرفته بود، تفکر و شعور ملی ما شکل گرفته بود. همینا رو نه تنها زنده و احیا کنیم بلکه اینها رو پیشصف و پیشبری کار کنیم. آفرین، واقعا درست گفتید که ما باید چی کار کنیم. گفتیم که مثلا مرکز تمدن شناسی، گفتیم که از مرکز خودشناسی فرض کردیم، انا خطرها رو ما احساس کنیم. یکی از همون خطرها شما درست گفتید همین است که ذهنی بچه‌های ما، فرزندان ما، نسل نورس با چیزهای بیگانه، با فرهنگ بیگانه پر میشد. یگانه راهش همین با واسطه مطالعه است. کتاب، آثار بزرگان ما، مطالعه از یک طرف، معرفی و رکلام اینها، بله اینا را ترغیب و تشویق کنیم. من بارها گفته بودم که ما در این قلمرو مشکلات داریم، یعنی در ترغیب و تشویق بزرگان ما که خوشبختانه پرزیدنت ما این کار رو آغاز بخشید. مثلا
کتاب تاجیکان را رایگان تقدیم کرد. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی را رایگان به مردم تقسیم کرد. من گمان میکنم که نمونه ادبیات تاجیک هم من گمان میکنم که پرزیدنت ما همین کار را انجام میدهد. همین کتاب سرنوشته است که به مردم رایگان تقدیم میشه. وقتی که تقدیم میشه به هر خاندان رسانده میشه، اونا از اون مشغولیت هایی که بر ضرر ملت ما از اندک اندک دوری میگذارند، برای که شاعر را شناسند باید آثار او را خوانده باشند. من بازپرسی کردم، معذرت میخوام از دانشمندای ما که 22 جلد را کی خوانده است. اعتراف کردن که هیچ کسی ما امروز نخواندیم. باور کنید خود ما هم، من که در همین جا نشستم اینقدر دعوا میکنم که مدافع استاد عینی، مدافع ترسانزاده هنوزم که هنوز است، نه 22 جلد را گرفت، 15 جلد را خوانده بودم، هنوز تمام آثار استاد عینی را نخواندم. چی از خواننده آدم رسد؟ یعنی یگانه راه، بهترین یاری وفادار کتاب از کتاب، یاری به زحمت آزار کتاب است. وسایط اخبار باید در ترغیب آثار این بزرگان ما سعی و کوشش بسیار بدرخ کنند، به اندازه کنند و از خانواده، از خانه شروع میشد، از مکتب شروع میشد، از مؤسسه شروع میشد. همه ما باید چی باشیم؟ عینی‌گرا باشیم، ترسونزاده‌گرا باشیم، فردوسی‌گرا باشیم. چهره های بزرگ خود را چیکار کنیم؟ شناسیم. حتی بیگانگان گفتن که این تاجیکا و فارسا فقط 7 نفر را میشناسند. بینه گفتن، اما میگه که غیر اون 7 نفر میگه بزرگانی دارن که هنوز ما آنها را نشناختیم. درست هم میگن. خود استاد لایق هم میگه که ما هنوز سبک شناسی نداریم، ما هنوز عرفی را نمیشناسیم، هنوز نظیری را نمیشناسیم، بزرگان ما را نمیشناسیم، ناظم هراتی را نمیشناسیم. ابیاتشان را استفاده میکنیم. شما به خاطر بیارید که ما پیرامون استاد ترسونزاده صحبت میکنیم. استاد آسیمی میگه که من یک سفر داشتم در سال 1977 به خارجه. وقتی که خبرگیری رفتم، استاد ترسونزاده را میگه و گفت که به سفر نرو، هیچ خواهش نداشت که 100 سالگی استاد عینی را جشن میگیریم، نیروهای هست. در همون وقت هم بینید که نگرانی میکرده است که استاد عینی را قدردانی نمیکنن. شما حتما باید باشید که ما باید جشن وی را در سطح بلندترین جشن گیریم. میگه با وجود یعنی اجازه داد. میگه من وقتی که آمدم، میگه که استاد در یک حالتی وی رفتم، میگه در اونجا همون بیت عرفی را میخوند. استاد عینی هم میخوان، میگن در خاطره. و در همین مقالم استاد آسیمی ذکر میکنه همون بیتی که ترسم که من بمیرم و غم به پدر شود، این طفل نازپروری من در بدر شود. بینید ما این بیت هم میگیم، اما تا امروز فکر میکردم که این از یا استاد عینی است یا ترسونزاده، زیرا عرفی را نمیشناختیم. یا که همون بیت مشهور است، باز آمدن زی رفتن خورشید دور نیست، گر عمر هست دیده به دیدار نیست. یک کس میگه از حافظ است، یک کس میگه از جامعه است، اما این از ناظم هراتی است. بینید یعنی ما باید به درون افکار خود، اندیشه های خود، آثار پرقیمت گذشته غرق شویم در اونجا، هم آثار گذشتگان هم آثار ادیبان ما. پیش از همه استاد عینی، استاد ابوالقاسم لاهوتی و ترسونزاده که اینا قله های ادبیات ما، فرهنگ ما. بله، در آنجا همچون غواص غوطه‌ور شویم، از اونجا دردانه های قیمت بها را پیدا کنیم، آویزه اول گوش خود و فرزندان و هم نوان و هم ملتان و هم مردم هم تباران خود سازیم. تشکر زیاد استاد. از استاد آسیمی یادآور شدید. استاد آسیمی هم یک مقاله داره، یک خاطرات خوبی هم دارد در رابطه با همین شخصیت بزرگی شخصیت ترسونزاده. میگوید از در هواپیما از دهلی به کاتماندو میرفت. در همونجا بعد یک نفر هندو همراه هم در شفاتی من نشسته بودم. گفت از کجایی؟ گفتم از تاجیکستان. گفت نمیدونم. بعد برای در کجا جایگیر است، من گفتم که همین چند جمله بردم که همون کشورهایی که همسرحد هستن اون رو نامبر کردم. یکی میگه همون مرد گفت که وقتی که گپ زدم به همین که آمدن، گفت که دوشنبه ترسونزاده صلح. من گفت من اینو شنیدم. یعنی همین سه حرف کلیدی ترسونزاده دوشنبه صلح توأم بودن. یعنی خود شخصیت ترسونزاده، منطقه‌ای که او هست دوشنبه تاجیکستان، یعنی پایتخت تاجیکستان، و صلح اون اسلحه اساسی که ترسونزاده با اون مبارزه می‌برد و همه رو
به هم میخورد. واقعا معذرت در آخر من گفتم به خاطر آمد که استاد عینی دپوتات بودند، قهرمان مهنت سوسیالیستی و با باوری مردم در آمده بودند. خودش یک بیت داره، من میخوام با هم تا اختتام بخشم سخنم رو. میگه که کسی که باوری خلق را ارزنده میگردد، به هر کس دوست رو هر خانه رو زیبنده میگردد. تشکر زیاد استاد و یک صحبت خوبی هم کردیم در زادروزی که دیمی مای زادروزی استاد ترسنودات. یک صحبت خوبی جشنی انجام دادیم. باور دارم که بینندگان ارجمند ما هم از اون چی که شما گفتید اون نکته های جالب شون میگیرن، در آموزش آثار ترسنودات کوشا میشوند. و استاد ترسنودات نه تنها یک شاعر بلکه یک نفر قهرمانی که برای تاجیک و تاجیکیت زیاد تلاش کرد، شخصیت مقدس و نه تنها برای ما بلکه برای جهان ارمغان بانو صلح و دوستی را آورده است. یک بیتی مشهور دارد، همین میخوانیم جنبش میکنیم. استاد میگوید که ترسنودات که جز زمین را حفظ کردن از بلاهای عظیم، از برای نسل انسان هیچ دیگر چاره نیست. بیت امروزه باور کنید نمی گپی که هزارها سال هم بگذرد، 10,000 سال بگذرد، خیلی مهم و کلیدی میتابد که واقعا همین جز زمین را حفظ کردن از بلاهای عظیم، از برای نسل انسان هیچ دیگر چاره نیست. باشد که چاره ما انسان ها حفظ سیاره زمین باشد، حفظ صلح و امنیت، دوستی و رفاقت باشد. و با همین برنامه من انجام میدیم. با استاد سیدزاده اظهار سپاس میکنیم که یک صحبت جالبی انجام دادن. روز ترسنودات برای همه تاجیکستانیان مبارک باشد. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.